وقت شما عزیزان بخیر. با برنامه دیگر از سری برنامه‌های گوران به زبان فارسی در خدمت هستم. در برنامه‌های پیشین 5 برنامه بود به ترتیب به منابع دانستنی ها در رابطه با جمعیت هایی که در طول حداقل 300 سال اخیر زیر عناوین مختلف شناخته شده بودند پرداختیم که آخرین عنوانی که جا افتاده و در میان جمعیت های کرد زبان و فارس زبان و همچنین جامعه پژوهشی نامی آشنا هست، الحق هست. سایر نام ها کمابیش به حاشیه رانده شده و نام تازه‌ای که به لیست اضافه شده همانطور که در لابلای سخنان اشاره شد یارسان هستش و این نام نامسما می باشد و در اینجا از این برنامه به بعد ما به دنیایی که ما حدود 2 دهه پیش زیر نام یارسان و تمدن یارسان شناساندیم میپردازیم برای جامعه فارسی زبان. ما به اندازه کافی این دنیا را با زبان کردی و در برخی یادداشت‌ها به زبان فارسی برای خوانندگان و بینندگان و شنوندگان پیگیر برنامه‌های من معرفی کردیم. به زبان کردی معرفی کردیم و به زبان فارسی در یادداشت‌ها و حالا میپردازیم به این معرفی این دنیای تازه، این دنیای بی‌نظیر، این دنیای فکری فلسفی و کاملا مغایر با دنیای مسلکی و مذهبی به عزیزان معرفی خواهیم کرد. اما از آن جایی که در منابعی که ما بدانها پرداختیم همه به توافق داشتند یا توافق دیدگاه داشتند، توافق نظر داشتند که علی اللهی و الحق، خلاصه این جمعیت ها که زیر نام های چتری علی اللهی و الحق شناخته شده بودند بخشی از یا شاخه های از متصوفه و اسلام هستند. آنچه ما از این به بعد پیگیر میشویم و بر آن تاکید خواهیم ورزید این است که یارسان ما، تمدن یارسان ما و آنچه ما زیر نام جهانبینی دانایان گوران یا کردان میگوییم مینویسیم که غیر از آن چی هست که تا کنون در رابطه با علی اللهی الحق و سایر عناوین گفته شده و نوشته شده و این را باید تأکید کرد که جامعه پژوهشی به غایت در اشتباه بودند، منابعشان آنها را به اشتباه انداخته و ما امیدواریم که تحت تاثیر این ویدیوها و اگر برسیم به صورت یادداشت‌های هم تکمیل خواهیم کرد این مباحث را بتوانند اشتباهات خودشان را جبران کنند و ما را با هویتی فلسفی حال زیر نام گوران یا زیر نام یارسان با هویتی فلسفی تداعی کنند، نه با هویتی مسلکی و مذهبی. دنیای ما با دنیای شاخه ها و شعبه هایی
که زیر نام خاندان‌های به اصطلاح الحق و اهل حقیقت و غیر ذالک شناخته شدن کاملا مقایرت داره و متفاوت هستش. بریم با هم سند این برنامه که این برنامه برنامه اول از 3 برنامه که در نظر هست در حال حاضر، از 3 برنامه در رابطه با نگاه و دیدگاه فیلسوفان گوران نسبت به ایدئالیسم و اسلام به طور اخص بیان خواهیم کرد و این اسناد هم نشان خواهند داد، ثابت خواهند کرد که ما بخشی از نه تنها بخشی از اسلام نیستیم، بلکه این مکتب اسلام به مثابه یک مکتب بقایت مضر به حال انسان باراوری، انسان باروری و نتیجتا برقراری یک جامعه برابر و شایسته زیست انسان هستش. میدانیم که این مکتب مضر هست برای انسان و یک جامعه انسان محور. با هم من اسناد را با شما خدمت شما سعین خواهم کرد، شیر خواهم کرد و با هم میریم و آنها را مرور خواهیم. حال این همانطور که چیز کردم، عنوان گذاری کردم، این برنامه هستش. تصویر چیز بکنم. این برنامه هستش تاثیر مکتب اسلام بر انسان و جامعه، برنامه ویدیو اسلامی و مستندن برنامه های 2 و 3 هم در فرصت های مناسب خدمت عزیزان ارائه خواهم داد. آنچه همونطور که در سخنانم گفتم، در ابتدای سخنانم، که تمدن یارستان و جامعه یارستان عناوینی بود که ما بر بازخوانی خودمان از تاریخ گورانیان و گذاشتیم و این تاریخ را هم از دفاتر یاری های گوران که تاریخ یاری هاست و تاریخ بازتاب زیست جمعی گورانیان هستش، این را بازخوانی کردیم و عنوانش را گذاشتیم تمدن یارستان و کسانی که این تمدن را بپذیرند جامعه تلاش کنند، جامعه برای برقراری یک جامعه به نام جامعه یارستان. منتها آنچه که اتفاق افتاد و در آن موقع بالغ بر 2 دهه پیش، وقتی من این بازخوانی را شروع کردم، جمعیت های مربوطه، جمعیت هایی که خود را به این دفاتر منتسب کرده بودند، معمولا اهل حق، علی اللهی، طایفه، کاکهی و از این سری عناوین داشتند. ولی به مرور زمان وقتی دیده شد که مباحث ما چنان وزنی دارند، چنان تازگی دارند، خیلی زود جمعیت هایی به نادرست خودشان را یارسانی کردند، یارسانی نامیدند و دینشان را دین به اصطلاح یا آیین یاری و آیین یارسان و به طور کلی ادبیات و مفاهیم ما را که به تلاش کردند که اینها را به انحراف بکشانند و با همان تداعیاتی تداعی کنند که با علی اللهی و الحق و طایفه و کاکهی غیر و ذالک تداعی شده بود یا زیر آن عناوین گفته شده بود. بنابراین
آنچه همانطور که عرض کردم آنچه ما گفته ایم نوشته این زیری عناوین که با دنیای اهل حق کاملا مغایر و متفاوت هستش، متفاوت بوده و هستش. جمعیت های اهل حق که امروزه حال زیر نام فرقه یا خاندان ریش و پیشینشان در الحق صفویه هستش و سحاق که اینا خودشان را میراثدار سحاق گویا سحاق یک مذهب یا دینی مستقل از اسلام بنیان گذاری کرده و میراثش به سادات رسیده باشد، همچین چیزی صحت ندارد، به دور از واقعیت هستش و ما این را پیگیر شدیم در آثار حاج نعمت جیهون آبادی و فرزندش نورعلی الهی. حال سحاق این را باید تأکید کرد، سحاق از طرف به اصطلاح یاران یاری کننده گورانیان در سده هفتم هشتم به پادشاهی برگزیده شد و عنوان سلطان داشت یا عنوان سلطان گرفت و این شخص یا این شخصیت میراثی فقهی یا مذهبی نداشته و ندارد. خودش از خانواده اهل سنت بود، از شیخ های برزنجه پسر شیخ عیسی و هیچ مسلمان اهل سنت بودن و مکتب تازه‌ای بنیان گذاری نکرد و یا اینکه رفرمی یا در اسلام یا شاخی از اسلام جدا نکرد. الحق چه کار کردن؟ الحق ها آنچه ما مبنای باوری الحق ها میبینیم گفته شده یا به عنوان مبانی باوری الحق ها گفته شده و نوشته شده که غیر از آنچه در آثار نورعلی الهی و پدرش هست، جعلیاتی که به عنوان ارثیه سحاق چیز سرهمبنی شده و اینها بنا به آن جعلیات خودشان را وارث سحاق را بنیانگذار یک مذهب یا دین و خودشان را وارث ایشان القا کرده. همانطور که شد در خلال 5 برنامه گوران به زبان فارسی منتشر در کانال یوتیوب آکادمی فلسفه گوران که این برنامه هم در آنجا انتشار خواهد یافت، این منابع چیز کردیم در خلال 5 منابع را مرور کردیم با هم که چه گفتن نویسندگانش، حاج نعمت الله جیهون آبادی و نورعلی الهی چگونه خودشان معرفی کردن و چگونه از اسلام سندها آوردن و آن جاهایی که به کلام استناد کردن یا اسنادشان جعلی بوده و یا برداشتشان کاملا نادرست بوده از کلام های اصلی و اصیل. و این بزرگواران یا آن بزرگواران کمترین مهارتی در تعویل و تشریح کلام نداشتند و کمترین شناختی از جهانبینی فکری فلسفی دانایان گوران یا کردان نداشتند و خودشان از یک بستر اسلامی متصوفه برخواسته و با همان عینک به آثار اصلی یا جعلی کلامی که در دست داشتن نگاه کردن و تعویل و تشریح کردن یا تفسیر کردن. بنابراین آثار حاج نعمت الله جیهون آبادی مکری و فرزندش نورعلی الهی منابع اصلی مبانی باورهای مذهبی اهل حق هستند.
حالا اگر افرادی از این باید از همین برنامه تأکید کنیم، اگر افرادی از جامعه الحق خودشان را با یارسان یا یارسان را به عنوان در نام مذهبی و یا در نام جامعه خودشان به کار میبرند، این تنها و تنها تلاشی است برای قصب و انحصار گستری، قصب کارنامه ما، یافته های ما، دستاوردهای ما و انحصار گستری بر آنها هستش. در غیر این صورت اگر اسناد و کارنامه ای در تأیید و اثبات مدعاهایشان دارند رو بکنند، ما پس میکشیم و میراث خودمان را به آنها محول خواهیم کرد. با این مقدمه من میرم سر برنامه این ویدیو که به پرسش‌های مطرح شده در اینجا پاسخ بدهیم. چرا این مکتب اسلام زاینده ظلم و ستم و نابرابری و غیره در بین انسان و در جامعه هست؟ دیدگاه یاران یاری کننده یا یاران یاری سده هفتم و هشتم که ما اسناد واضحی از آن سده داریم و دوره های یاری های موقت هم چنین دیدگاه یاران یاری های دوران ما قبل هم همچین دیدگاهی داشتن نسبت به ایدالیسم به طور کلی و اسلامی که آنها، اسلام اهل سنتی که آنها با آن درگیر بودند که داشتند. و هر دو شاخه در دوری به اصطلاح در سده هفتم و هشتم، این دو شاخه قبل از آن فقط شاخه سنی بوده یا شاخه اهل سنت و در این دوران هم کلام های اشاره دارن که شاخه شیعه هم در حال گسترش بوده و جمعیت های زیر نام هفتوانه از شیعه ها چیز کردن، سازماندهی کردن و جمعیت های متصوفه هم وجود داشتن در این دوران. آنچه ما در این کلام ها این را یک بند کلام می نامیم نیم خشت. این نیم خشت هستش که در فارسی مسرا می گویند و این به خاطر این خشت من بکار نیم خشت یا خشت به کار می برم نه مسرا یا بیت. به این دلیل هست که این ساختمان یک دیدگاه، یه دیدگاه پخته شده که روش تعمیق شده، تفکر شده و این جنبندی هستش. به همین دلیل خشت یک خشت به اصطلاح خشتی از ساختمان یک نظر یا یک دیدگاه هستش. به همین دلیل وقتی من در اینجا خشت به کار میبرم منظور همون مسرا هستش یا و نیم خشت مسرا و خشت بیت. ولی در واقع آن مسرا و بیت در رابطه با شعر به کار می روند، ولی در اینجا ما خشت نیم خشت و خشت در رابطه با بند کلامی که بازتاب دهنده یک نظر یا یک دیدگاه هستش یا جنبندی یک نظر یا یک دیدگاه هستش به کار میبریم. این توضیح بود در رابطه با این ادبیات که آگاهانه به کار گرفته می شود. در اینجا بنیامین مرامین بنیامین میفرماید که این مجموعه هنت گروهی مجموعه کلام هستش، مجموعه از بندهای کلام هستش که اینها تحلیل اوضاع یا جمعیت های آن زمان آن روزگار هستش که بسنجن کدام گروه ها می توانند به یاری گورانیان بپیوندند، با آنها همکاری کنند یا همیاری کنند یا اینکه در دیوان مدیریت
سهمی داشته باشند، کرسی داشته باشند و کدام ها میتواند در البته این تحلیل در ابتدای خیزش آن دوران هستش و کدام جمعیت ها میتواند در صورت آگاهی از جنبش گورانیان میتواند باعث دردسر گردد و به حالا قدرت هایی وقت که اطلاع داده شود و این را سرکوب کنند این جنبش. بنابراین اینها البته جعلی ها زیاد به این اضافه شد، دستکاری زیاد در این مجموعه ایجاد گردید همانند بقیه، ولی خب یه تعدادی که معلوم هستش، مشخص هستش که اینها اصلی هستند و برای تحلیل یا شناسایی جمعیت ها و بستر گسترش همکاری به اصطلاح این تحلیل انجام گرفت. هند گروهی نیشتنن در هم و قول ملا موان خاطر جمع، آخر موزیشان و راگه ستم. در اینجا جمعیتی هست، یک گروهی هست، این گروه با هم سر و کار دارند، خودشان را از بقیه مجزا میدانند، سوا میپندارند و به قول ملا یا ملایان چه یقین پیدا میکنند و این حرف به اصطلاح تصورشان، موضعشان، برداشتشان از دنیای پیرامون که همان گفته های ملایان هست. بنابراین و نتیجه این که این جمعیت، این گروه که به قول ملاها خاطر جمع میشوند، یقین حاصل میکنند، برداشت مثلا دارنده برداشت میشوند، دارنده چگونگی به اصطلاح برخورد با اطرافیان و یا چگونگی برداشت از جهان پیرامون این را از ملایان یاد میگیرند، یقین حاصل میکنند که این ملایان درست میگن، نماینده به اصطلاح قدرت های مافوق بشری هستش و غیر ذالک، همانطور که امروزه هم داریم اینه چه. و نتیجه این کار چی میشه؟ این ملایان کاری میکنن که اینا را به راه ستم هدایت میکنن و این رواج دهنده ستم در جامعه هستش. رمزبار البته این را اضافه بکنم که این مجموعه باید فقط گفته های 4 نفر باشه، 4 فیلسوف آن زمان یا 4 دانا: بنیامین، رمزبار، داود و پینویسی باشد و مصطفی در اینجا اضافه کردن و این 4 شخص که آیین یاری را، مفاد آیین یاری به عنوان قانون اساسی یاری آن زمان وضع کردن قوانین را و این آیین‌نامه به عنوان قانون اساسی نه به عنوان دین تدوین کردن. این 4 نفر بودن که این مجموعه همونطور که عرض کردم که به کلام ها چیز کرده، اضافه کردن، جعلیات کردن و به شخص های دیگری هم منتسب کردن، من جمله بابا یادگار، ابراهیم و کسان دیگر، ولی خب معمولا اینا را به 7 تن رساندن که ابراهیم و بابا یادگار هم در این زمره هستش که در زمانی که این بندها، این کلام ها، این به اصطلاح سخنان در جمع ها بیان شده، آن 2 شخص شاید سالها بعدش به دنیا آمده باشه. بنابراین این مجموعی از همون جعلیات که چه بکنن، میراثی برای صحات به اصطلاح تهیه ببینند و خودشان را میراثدار
جا بزنند، سران سادات کلان سران خاندان ها. رمزبار هند گروهی مرامان بیرام ملان او مزگفت یا مزگود که صبح تا و شام ریشخند مکران و واتو کلام. در اینجا میبینیم که همین گروه که این به اصطلاح این در رابطه با یه مقوله هستش اینها و این برآورد به اصطلاح این آنالیز از این جمعیت از زاویه به اصطلاح فکری فلسفی هستش، نه به اصطلاح تقابل مذهبی یا تفاوت دین. و این است که در اینجا مشخصه که این راه ستم منظور که در جامعه است، در ستم در جامعه است، ستم در حاکمیت هست، روش به اصطلاح سیاسی که باعث میشه که ستم در جامعه ریشه بدواند و این منبع این ستم هست آن ساختار به اصطلاح ملا مسجدی هستش که باعث میشه که ستم رواج داشته باشه، ریشه بدواند. این گروه که مرامان بیرام بدون هدف هستند که هدفی ندارند، که یاران معمولا از یه نقطه شروع میکنند و هدف آنها برقراری یک جامعه یار مدیریتی هستش و یارستان هم در این معنی به اصطلاح میتواند جامعه آرمانی یاری بعد از یاری انسان باشد که سرانجام آگاه و آگاهتر و دانا و داناتر بشود و به نقطه‌ای برسد که این جامعه را برقرار بکند که عضو جامعه یار شوند، یار در معنایی که بسیار بسیار عمیق، بسیار بسیار فکری، بسیار بسیار فلسفی، نه در معنایی که معنایی به اصطلاح که در ادبیات شعری به اصطلاح رایج هستش یا در ادبیات عرفانی که معنی دوست و یار و معشوق و این چیزا بوده. یار در اینجا در این به اصطلاح ادبیات تقریبا مترادف سوراج در ادبیات هند باستان قرار میگیرد که بر دو جنبه حاکمیت درونی و حاکمیت برونی در معنای سیاسیش که دلالت دارد و این هستش انسان‌های یار که ما در برنامه‌های به اینها مستند به تعریف یاری خواهیم پرداخت. این گروه که هدفی ندارن در زندگی خودشان، فقط چه میرن مسجد از صبح تا شام و چه به واته و کلام یا به اصطلاح فکر و فلسفه در این ادبیات که کلام که گوهر باشد، وته یا سخنی که گوهرین باشد، کالاهایی که بتواند جامعه را یک جامعه برابر برقرار کند و اینها این فکر و فلسفه را چه به ریشخند میگیرند، به سخره میگیرند. این جمعیتی که اهدافی ندارن پیش ببرند، همون مکتب به اصطلاح بازخوانی و بازسازی مکتبی کهنه هستش و هیچ چیز را تازه نمی کنند و از صبح تا شام، از صبح تا شب به اصطلاح در مسجد هستند و سرگرم سخرو به اصطلاح ریشمند به سخنهای ارزشمند و گوهربار و کلامها و کالاهای گوهرین هستند. این هم منتسب بود به ابراهیم که ابراهیم نمیتونه اینجا باشه، من برداشتم، ولی خب از آن 4 تن یکی هستش. هنت گروهی مرامان بیدد که این تقریبا همونه که کفتن وشون سیاخان شر ریشخند مکران و واتو گوهر که در اینجا همون بیان مطابق ادبیاتی دیگر که این جمعیتی هستند که این روشان در او پیکری ندارد، معلوم نیست دنبال چه هستند، میخوان چه بکنند و اینها چه
دنبال رو جمعی به اصطلاح سیاخان، منظور همون خطوط کتب به اصطلاح آسمانی هستش که این خطوط را بخوانند و از آن شر در اینجا در معنای به اصطلاح اخلاقی هستش که در جهانبینی دانایان کردان باید فلسفه بر دو پایه منطق و اخلاق چیز باشه، استوار باشه، یاران بر این دو به اصطلاح پایه احاطه داشته باشند و منطق به اصطلاح به این دلیل که بتوانند خوب به اصطلاح خوب را از بد تشخیص بدن، چه خوب و بد در رابطه با منافع جمعی، نه خود محوری، بلکه همیشه همه چیز که چیز برآورد میشه اندیشیده میشه، این در ارتباط با منافع جمع هستش، نه منافع به اصطلاح فردی. و فرد هم به اصطلاح منافع خود را در منافع جمع میبیند، نه به صورت تافتی جدا بافته. و این در برنامه های مرتبط به مستند به این موضوعات پرداخته خواهد شد و آن را باز میکنیم. پس این این یاران باید مستند باشن که بر تشخیص بد و خوب با در پرتو منطق و بتوانند به آنچه خوب است، آنچه خیر هست برای همه، چه در پرتو اخلاق که عمل بکنند. بنابراین این سیاخانان که به اصطلاح مخالفش می شود سفیدخان که یاران یا فیلسوفان گوران آن را سفیدخانی می نامند، بنابراین این سیاخانان که چیزی غیر از شر از این خطوط اسلام مکتبشان برداشت نمی کنند و آنچه این مکتب دارد شر هستش و بس برای افراد که به راه ستم واداشته می شوند، هدایت می شوند و برای جامعه. حالا این یکی هنت گروهی مرامان بیهول که همان معنی را می دهد این بخشش، پشت او آبادی یا آویانی در چیز در برخی نسخه های کردی تر، روشان مو و چول مجاز موانان قیس پوست و کول. حالا گروهی هستند، این بر متصوف دلاله دارد که اینها روششان معلوم نیست که چه مقصدی دارد، میخوان چه کار بکنند. اینا همیشه پشت به آبادانی هستند و رو به بیابان، رو به اصطلاح منطقه‌ای که آبادانی ندارد. یعنی در واقع چنین چیز میشه، منظورش این است که این اشخاص که خودشان را چیز میدن، همون لباس صوفی یا پشمی در کول هستند به تن دارند، اینها که این لباس پشمی پوشان کسانی هستند یا این مرامی هست، مسلکی هست، روشی هست برای زیستن که اینها آبادانی و چیزی برای جامعه ندارند، چیزی برای آبادانی کردن در یک جامعه ندارند، بلکه چیز اینها پشتشان به آبادانیه. یعنی همون منظور همون که انزوا و تجزیه نفس و به اصطلاح ترک دنیا و همون ادبیات متصوفه و چه رو به بیابان هستش. این یکی هنت گروهی هنشان لکه هر بی حوصرنی ملان او مکه آسیا و بی استادنی مگنوشان تکه. و این در اینجا
باز هم این دیدگاهی هستش که این همین گروه ها که هنشان لکه که داره به اصطلاح خودشان را گناهکار میدانند، که خودشان را ناقص میدانند یا به اصطلاح باید یک جایی طلب بخشش بکنند، اینها که همانند هر بی‌حوصا که خری که افسار نداشته باشه یا الاغی که افسار نداشته باشه، همین معنیش برمیگرده به همین مرامان، بی رو روش هستند و این کنترلی بر رو روش خودشان ندارند، میروند برای مکه و این که همون مکه که برن اونجا چه بکنن؟ طلب آمرزش بکنن و الله از گناهانشان که خوش باشد یا اینکه گناهانشان را ببخشد. بنابراین با لکه، با به اصطلاح گناه و چیز خودشان همون ظلم هایی که کردن، این ظلم ها این خصوصیت در زندگیشان به اصطلاح تبعاتی داشته که در اصطلاح اسلامی همون گناه نامیده می شود که ناحقی در حق دیگران کرده باشند یا کارهای بد کرده باشند. بنابراین برای پاک کردن این لکه ها چه میرن چه مکه و اینها آسیا به استادنی مکنوشان تکد و این گروه معمولا در ادبیات یاران، در ادبیات فیلسوفان گوران، آسیا به معنی دم و دستگاه اندیشه ورزی هستش، چه در سطحی فردی که در به اصطلاح مغز خودش اندیشه آسیاب داشته باشه یا اینکه جمعی که به اصطلاح دارای افکار مشترک هستند و بر سر موضوعات و مسائل مشترک به اصطلاح هماندیشی میپردازند و این هماندیشی هم در این جمع ها کسایی هستند که برجسته تر از دیگران هستند که اینها استاد این آسیاب محسوب میشوند و این وقتی این آسیاب، چرخه های این آسیاب با مایه های فکری به چرخش می آید و این مایه ها را یا این مواد خام را پخته می کند و از آن تغذیه یا خوراک فکری جامعه تهیه میشه و در این بیان، در این توصیف، این جمعیت همونطور که در بالا آمده بود که مرامشان به رام هستش، مرامشان بیهول هستش، مرامشان چه هستش و در اینجا توصیف دیگری هستش که این سنجش مثل آنالیزی بسیار بسیار عمیق فکری و فلسفی هستش، نه اینکه تقابل به اصطلاح مذهبی یا مسلکی من تدریس کار کردم و شما به اصطلاح فلانی. در اینجا به اونجا به اصطلاح شاخه اسلام به طور کلی مکتب اسلام، بعد در اینجا بر متصوفه به اصطلاح صوفی پوشان، پشمی پوشان، لباس های پشمی پوشان دلالت داشت که مشخص کننده و اصلا معرف گروه های متصوفه هستش. و در اینجا باز میگرده به سادات، به جمعیت سیدها که این سیدها بعداً چه میشن؟ سازماندهی میشن در 7 واحد و این 7 واحدها به نام هفتوان یا هفتوانه محسوب میگردن. این بنیامین میگه که هنت گروهی یاری موانن ویشان و سید مرسل مزانن، شم قالنی ویشان بالا من مانن، نه جواب مدن نه چیوی مزانن. خب این یه گروه هستش که خودشان که مشتاقن که در یاری همون دستگاه، همون تشکیلاتی که در راه بوده، در تشکیلات یاران یا جنبش یاران در واقع،
که اینها مشتاق هستند که میگن ما هم یاری داریم، یا اینکه عذر میخوام، این یاری در اینجا یاری تعاون و تعامل در بین دو انسان تا یک جامعه یاری، یه معنی به اصطلاح مقدماتی از اینجا تا یه برنامه اختصاصی، یاری تعاون و تعامل همه جانبه بین دو انسان و بیشتر از دو تن هستش، تا اینکه یاری در بین یک گروه تخصصی، یک به اصطلاح به زبان امروزی یه حزب، یه اداره، یه سازمان، یه میدان به اصطلاح بخشی از به اصطلاح فرض کنیم عرصه‌ای آموزشی یا عرصه‌ای نظامی یا فلان، اینها همه یاری یک نوع تعامل و تعاون همه جانبه در بین انسانهایی که در این فیلد، در این میدان هستش جریان داره. و این گروه مدعی هستند که یک نظام به اصطلاح اجتماعی در بین خودشان دارند. اینها مدعی یاری هستند و این آلترناتیو یا گزینه‌ای برای همزیستی مشترک هستند. بعد این جمعیت ویشان و سید مرسل مزانان که اینا خودشان را سید مرسل، که معلوم هست که اینا فارسی هستش این ادبیات، و سید مرسل همون که در ابتدا از طرف به اصطلاح خلفا به مناطق مختلف برای هدایت مردم و اصطلاح یا گرواندن مردم به اسلام ارسال می شدن و اینا به سید مرسل موسوم گشتن. حالا اینا خودشان را سید مرسل می دانند، این جمعیت که مدعی هستند که یک یاری، یک به اصطلاح نظام اجتماعی دارند، مدعی هستند که یک آلترناتیو برای همزیستی اجتماعی دارند، همزیستی جمعی دارند، و اینها در واقع روشنایی شمع قال، شمع شر هستند، شمع به اصطلاح ایجاد تنش و جنگ و دعوا و خصومت هستند. اینها منبع این به اصطلاح ناجوری هستند و در این حال که خودشان را والا مقام، بالا حساب میکنند که اینها کاری به اصطلاح دینی هستند، کاری غیبی هستند، معجزه‌ای هستند و اینها والا، خودشان را والا مقام میدانند، با اینکه چه هستند؟ منبع تمام خصومت ها و جنگ و به اصطلاح ناجوری در جامعه هستند. اینها، این جمعیت نه جواب میدهند نه چیزی هم میدانند، بنابراین وارد یک بحث و گفتگوی فکری نمیشوند و خودشان را چه تافته جدا بافته میدانند. در اینجا آنچه بود این تحلیل ها چه تحلیل های مقدماتی هستش، در زمانی که هنوز ضحاک پیشنهاد به جمعیت اهل سنت ساقی شهر زور نشده که پادشاه از اونها باشه و بتونن به یاری بپیوندن و در واقع بتونن که کرد همونطور که خودشان بعدن گفتن یکسر کنن، کرد و کردستان یکسر کنن. و این بود که پیشنهاد داده شد که ما در برنامه‌های مستندن به اینها میپردازیم که ضحاک بعداً قبول میکنه و این مباحث که ضحاک پیش کشیده در واقع چیز که دستکاری کردن. منتها چنین به نظر میآید که ضحاک در مباحث مقدماتی با یریتن که داود پیربنیامی و پیرموسی، اینها همون 3 نفر که به یریتن جمع یا شورای 3 تنه موسوم گشتند، اینها رفتند که از طریق رمزبار که 4 تن که همون تدوین کنندگان آیین یاری هستش، با برزنجه‌ای ها، با شیوخ برزنجه به گفت بحث و مذاکره پرداختند در رابطه با مقام شاهی
و این در برنامه اختصاصی به آن خواهیم پرداخت. آنچه اینها میگویند، این دو به اصطلاح بند، این هستش که سحاک خودش را شخصی به اصطلاح بریده از جهان اسلام میداند و مقید هستش به فکر و فلسفه. این همونطور که عرض کردم چیز دستکاری شده و این آخرهاش این یا اضافه کردن که قافیه را گنگ کرده. چه برزنجه یا داود تسبیح و مورم چه برزنجه یا پی خاران نیام خام ناپخته یا دوریانی باوام کردن و پرچه نیا. که همونطور عرض کردم اینا حتی از نظر شعری چه قافیه ها به هم ریخته و خیلی گنگ هستش. اما آنچه منظور دیگری در اینجا نهفته است اینه که من به داود اطمینان میدهد که تسبیح و مورش، یعنی اون مرسومات اسلامیش، سنت های اسلامیش، باورهای اسلامیش در برزنجه که همون منطقه در شهر زور هسته، شهر زور که منطقه بزرگ بوده در آن زمان، حتی موصل را هم جز شهر زور حساب می کنند که بخش مهم بود از مناطق کردنشین. و اینجا میگه که من این باورها، این جهانبینی را که در برزنجه جا گذاشتم. پی خارن نیام خام ناپخته، که این تقریبا ناجوره، چون ایشان در واقع خانوادی خودش را ترک نکرده، بلکه ایشان پادشاهی را در حال مذاکره برای پادشاهی بوده، قبول پادشاهی بوده، پیشنهاد پادشاهی، یا اینکه قبول کرده و بعد از آن این سخنان رد و بدل شده. اینه که این پیخاران نیام خام ناپخته، این منظور اینه که ساک را به مقام خدایی القا کنند، به داننده مقام خدایی القا کنند که در معنی مذهبی. و این است که این بدین معنی که ساک گفته باشد که من این سنت تسبیح و مور یا نماز یا این مکتب اسلام را یا دین اسلام را من برای خاران خاران خام ناپخته آوردن بنیان گذاری که یا خواست من بوده که محمد چه اون دین را آورده، همچین به اصطلاح اشاراتی القا کنند. و این خاران در واقع وقتی ساک خودش از طرف خانوادهش چیز میشه، این پست را قبول میکنه، این در واقع خار نیستن دیگه، این دیگه حداقل اگه یار نباشن همکار هستن که در مشارکت کننده در یاری آن روزگار هستن. بنابراین این دستکاری شده هستش و این خواستن که این سپلوراتوری دستکاری کنن که جنبه دینی به خود بگیره یا تقابل مذهبی به خود بگیره و جنبه فکری فلسفیش از بین یا ضعیف شود یا از بین برود. دوریانی باوام کردن و پرچینا، یعنی که من دیگه دور خانوادی پدرم یا آن را و رسم و دین پدرم را چه از اون فاصله گرفتم و به اون برگشتی ندارم. که در واقع اینها دستکاری شده هستند و منظور سحاک که همونطور که در خشت‌های بعدی هم چیز میشه نمایان میشه اینه که از افکارش دنیایش از اون افکار و دنیا چه بریده است، تفاوت دارد. حالا آنان و مور و مکران سجده بخاری موران و پای مناریا. خب سجده یا مناریا تقریبا زبان روسیش کردن. حالا آنها چه و مور همون مهر به اصطلاح نماز که سجده می کنند، بعد سجده به خاری، به زبونی، به ضعیفی، به بندگی میبرند، چه سجده میبرند در پای منبر. خب اینها با خاری، با این که شخصیتی داشته باشند، مرام و به اصطلاح
هدفی از زندگی داشته باشن تقلید میکنند و چه سجده میبرند به مور و این سجده هم در پای منبر میبرند، به خاری، به بندگی، سجده بندگی، سجده خاری، سجده به اصطلاح تبعیت در کنار چه منبر. بیزارم چا او کسانه ای رگایه مطیع و فرمان سی خلیفه. همونطور که عرض کردم اینها زاویه دار شدن منتها پیامشان باقی مونده. که ها گفته باشه من بیزارم از اون کسایی که این روش زندگی دارن، یعنی مسلمان هستن، در واقع اسم را قبول دارن، مطیع و فرمان سی خلیفه، و این مکتب سی خلیفه هستش، خلفای راشدین به اصطلاح، و آنچه که به اصطلاح تقابل بین دو شاخه اهل سنت و اهل تشیع، که اهل تشیع از ایران علی را امام میدانند و جانشین محمد پیغمبرشان، و اینها سه خلیفه را و علی را خلیفه چهارم میدانند، که مثلا نقطه تفاوت یا این بین این دو شاخه هستش. که این گویا بیزاری چه او کسانه، این چه بیزار از کسانی است چون خود یکی از اون خانواده هستش. بنابراین اگه بیزاری جسته باشه از از آن راهی که انسانها به ظلم میکشانه، به ستم وامی داره بیزاری جسته، نه از خود انسانها. پس مطیع و فرمان سه خلیفه، و این هم زاویه دار شده که چه باشه که سادات را از این مستثنا کنن در واقع. و این در بالا که دیدیم همه اسلام را به عنوان یک مکتب نقد شده است، نه به عنوان شاخه را قبول داشته باشند و شاخه دیگر را نقد کنند یا به آن اعتراض داشته باشند. بنابراین اینها دستکاری شده هستند. اینا بعد همونطور که عرض کردن صحاب را در اینجا مقام علی تصور کردن که آنان چنین من چو مدینه یا عداوت مکردن دل و کینه یا، که از زمان مدینه تا کنون با عداوت و خصومت داشتن و دلشان پرکینه بوده از من. و این بدین معنی است که میخوان القا کنن که صحاب چی بوده، همون زاویه و صراط باورهای نور علی الهی و حاج نعمت که ذات علی به صحاب رسیده باشد. و در اینجا این شعر چنین القا کردن. حالا من تمام به اصطلاح اشعار شاهنامه حقیقت رو نخواندم، که اکثر این اشعار چیز کردی شده همون اشعار فارسی حاج نعمت الله هستش، یا شاید هم خودش اشعاری به کردی در این رابطه سروده باشد که بعداً چیز منشأ به اصطلاح الگو برداری یا تقلید شده باشد. از ایش هاشم کردن که دینه راز شرطیاری سر و سینه. پس من هاشا کردم از آن دین، که در اینجا دین بود، در اینجا به چه فرمان سه خلیفه بود. این تفاوتی، این دو بیان، این دو به اصطلاح نظر کاملا متفاوت هستش. پس من چه از آن دین هاشا کردم راز شرطیاری که مختص و ویژه جهان بینی دانایان کلان هستش، چه سر و سینه همون اخلاقیات و به اصطلاح فلسفه هستش، مبانی فلسفی هستش. منطق داشته باشید، اخلاق داشته باشید و ارکان داشته باشید که اینها در جای خودش بدانها خواهیم پرداخت. بنابراین شرط یاری، راز شرط یاری، رمز یاری کردن، به اصطلاح پابندی به قوانین هستش، و این درونی نه برونی، و از به اصطلاح سیاخانی چیز نمیشه، حاصل نمیگردد، بلکه این به اصطلاح
ارادی هست که باید از درون شکوفا شود و نتیجه چی هست؟ بارآوری و باروری انسان هستش در جامعه که چگونه سوسیالیزه می شود یا اجتماعی می گردد. در اونجا اجتماعی شدن در مساجد انجام می گیرد و در اینجا در جمعهای فیلسوفان که جمعهایی که استاد دارن، آسیاب هستن که استاد دارن، بیان دنگ یاری بواندی و بتوین و البته این یک کلمه دیگر بود که من این را عوض کردم، حالا کلمهش یادم نیست متاسفانه، که بتوین درستره که با توجه به کلام های دیگر سر دران و شرط بنیامین آیا که همانطور عرض کردم اینا اضافه کنن، ادبیات را عوض کردن که اینا معمولا سروده ها این به این صورت نیستن. به توین و درسته و این بنیامین و درسته. بیان بدهید دنگ یاری، این آنچی به اصطلاح دنگ یاری آوا چه فراخان یاری در آن زمان، این شرایط یا که آن صدا آن فراخان را با اراده پولادین این را به جامعه برید، رواندی بخوانید، به دیگران برسانید. بنابراین دنگ یاری کردن یا فراخان یاری یا ندای یاری کردن که جامعه باید یاری بکند نظام اجتماعی خودشان را در اداری به اصطلاح امورات مشترک جامعه بیان یعنی چه بکنن؟ سهیم شوند و این در معنی یاری کردن که بشه چه با اراده این را به داخل جامعه ببرید. سردران و شرط بنیامین. بنابراین یاری آن زمان چیزی از ساک نداشت، بلکه شرایطی بود که بنیامین یا همون یکی از اعضای شورای یا جمع سکنه بود و بنیامین این چه بود؟ پیر پادشاه شد، یعنی ناظر بر مقام شاه شد و مقدم بر تصمیمات ایشان که رضایت ایشان مقدم بود بر چه تصمیم شاه. بنابراین این که یاری را چه بکنید؟ این ندایی یاری به اصطلاح این جهان بینی را با داخل جامعه ببرید و از مردم بخواهید که بیایند به شرط بنیامین را قبول بکنند، این شرایط یاری کردن را قبول بکنند و سردران به این معنی که بیابس بکنند، در قرارداد اجتماعی یا سوشال کنترکت مشارکت داشته باشند و این سردران به این معنی که وقتی تعهد میدهند که مسئولیتی دارند، مسئولیتی میپذیرند و اون مسئولیت را، اون تعهدات را حتی سرشان برود که اون تعهدات را نشکنند، بر آنچه که گفتن پایبند بمانند، با آن تعهدات خودشان را چه نشکنند و به جنبش خیانت نکنند، دیاری خیانت نکنند که در آن زمان اینها چه بوده؟ فلسفی هستش. علاوه بر این که در آیین یاری گنجانده شده که پایین بدان میرسیم، بلکه چه بوده؟ اینها غالبا اخلاقی هست، به درون انسان باز میگیره، نه به فرامین که از سیاهانی به انسان چیز بشه، القا بشه. در اینجا دوباره هم تحلیل سحاق هستش در رابطه با اسلام که این تعداد زیادی خشت هستش که من اینجا چون جعلی بود این را میدانم با توجه به تجربه بیش از 20 سال در این زمینه،
جعلی بود، اینا رو پاک کردن که جلو چشم هم نباشد و این خودش به نام 14 بدان به اصطلاح شناخته شده در مجامع به اصطلاح الحقی و این به عنوان گذاری هم درست نیستش. این یورت و بدانی این که انسان‌های به اصطلاح اعمال بد یا رفتارهای بد در معنی این که ضررمند به یاری، به جنبش، به یاران، به تشکیلات چه میتونه باشد، این باید مجموعی که در این رابطه آنالیز کرده باشند و تدوین کرده باشند موادی که یا تفسیرهایی که شامل کسانی که بد رفتار میکنن چه باید کرد که معمولا از یاری خارج شده اند یا اخراج شده اند. حالا کورم کردنی ویل و هردانی خریق نماز لاشه و مردانی. حالا این کورم کردنی منظور این است که این جمعیت های اسلام، انسان هایی که مسلمان هستن، من خودم اینا را کور کردم، نابینا به اصطلاح، کور و نابینا در معنای فکری به اصطلاح، فقط مشغول به اصطلاح و عبادت و ریاضت باشند و این در به اصطلاح در دنیایی بدون به اصطلاح در و پیکر، بدون مرام مشغول باشند، عبادت و ریاضت و این چیزها باشند و چه باشند؟ خریک نماز لاشه مردن، یعنی مشغول نماز باشند، عبادت باشند و چه جسمی مرده به اصطلاح در درون اینها اراده و به اصطلاح نیروی اعمال ارادی وجود نداشته باشد، مانند لاشه های مرده چه باشند؟ مشغول نماز و سجده و به اصطلاح همون کورکورانه همون مرسومات اجدادی خودشان را چه پیش بگیرن، همون روش اجدادیشان را پیش بگیرن. سر و روی سنگ و مزگفت مدانی، ذکر قال و قیل جای بیهیانی. خب یعنی اینها سر روی سنگ همون مهره نماز که در مسجد میذارن و از قال و قیل همون ذکر و سماع به اصطلاح، چون اینا طریقت بودن در اون دوران و این کارا بکنن در جایی که جای بیهیهات، جایی که پرنسیپ ندارن، انسان ها سخنی از پرنسیپ ندارن، سخنی از به اصطلاح شرایط به اصطلاح انسان بودن، شرایط اجتماعی بودن و شرایطی که موصوف مناسبات بین انسانی و اجتماعی باشد در این جور جاها نیست. خورشان نین نیجم یاران هانی نمزگفت تسبیح شماران. خب اینها، این گروه، این جمعیت از این جمع یاران و از این مثلا گردهمایی یاران، از گردهمایی و چه میگذرد در مجامع یاران و از یاران، دنیای یاران، اینا بیخبرند. در مسجد چه فقط مشغول شمردن دانهای تسبیح هایشان هستند و اینا چه هستند؟ سرگرم تبادل نظر و تبادل گوهر. بنابراین این دو دنیای متفاوته. در این دو بند صاحب به وضوح برای یاران مشخص می کند که ایشان از دنیای پیشین خودش فاصله داره و دنیای به اصطلاح فکری فلسفی برایش اهمیت داره، نه دنیای به اصطلاح باوری و عبادتی. بعد از قبول به اصطلاح قبول پادشاهی، ایشان قبول، این چند بند هستش که یکی از اونها من آوردم که همین همین یک خشت، یک سطر در آنها به کار برده شده که این جزء اقرارهایی است، جزء تعهدات سیاسی ایشان به یاران هستش که در طول پادشاهیش چه کار خواهد کرد، چطور پادشاهی خواهد کرد. این در اینجا تعهد میدهد به یاران که یاری بکر و قند شاری، یاری به اصطلاح شیرین بکند برای مردم، به مزاج مردم سازگار بکند در مقام
چه در مقام سیاسی شاهی سلطانی یاری بوزیش و پوپه داری یاری به اصطلاح این عوض کردن که یاری طرف های مدعی یا گزینه یاری هستن که مثلا در قالب خلافت یا امامت یا هر چه که این یاریشان را دور بکند یا اینکه غیر قابل به اصطلاح مردم قابل فهم بکند که این یاری درستیش نیست. و یک معنی دیگر البته این همونطور که عرض کردم دستکاری شده، یک معنی دیگر این است که میتواند با این همخوان باشد، این هستش که این یاری که در اینجا چون یاری آنها زهر مار بکند، این برداشت درست‌تر پیش میاد که این یاری بوزیش و پوفه داری که در واقع یاری در مثل میوه روی درختی که این قابل استفاده کند، به اصطلاح جذاب کند که انسانها میل داشته باشند از این میوه استفاده کنند، بهره بگیرند، تغذیه کنند. بنابراین در اینجا منظور ساعت این است که قول میدهد که یاری را چنان شیرین بکند، چنان از آن میوه‌ای بسازد که چه رواج پیدا بکند، رواج بدهد. بعد یاریش مکری و ژارماری، یاری در اینجا یاری آنها همونطور که عرض کردن یاری تعاون و تعامل یا یه نظام اجتماعی هستش، تعامل و تعاون همه جانبه بین دو انسان و تعداد بیشتری، و یا اینکه یک نظام یا یک گزینه اجتماعی هستش که در اینجا میگه یاریش مکری و ژارماری، یعنی این نوع خلافت، این نظام اجتماعی که حالا خلافت هستش یا میری هستش، اشعری هستش، هر ساختار سیاسی آن زمان را چه زهر مار میکند، یعنی چنان این یاری خودشان را به عنوان یک گزینه مطلوب جا میاندازد که این یاری در جریان یا این گزینه اجتماعی رایج در آن زمان که معمولا در کلام‌های دیگری این تنها به جهان اسلام نیست، اشاره داره به جهان مسیحیت که روم هستش، گزینه روم، گزینه به اصطلاح بغداد، گزینه شام، و از اینها میگوید که این یاری خودشان گزینه می شود برای آن نوع یاری کردن است. بنابراین ار اوسای یاری پیاران تمام نکی، اگر یاری به طبق این شرایط برای یاران تمام نکنم، به سرانجام به هدف نرسانم، چه امت اسلام بیانی روزی 5 وقت نماز بکرید. یعنی من اگر این یاری را این در واقع اگر این اهداف یاری را پیش نبرم، به هدف نرسانم، کس بنده ای باشم از امت اسلام که روزی 5 وقت نماز بکند. یعنی یک مقام به اصطلاح شخصیت سیاسی، یک شخصیتی که شخص اول یک جامعه هستش نباشم، کسی باشم بنده باشه در پای منبر به اصطلاح که در بالا هست، در اون از اون امت باشم که کسان دیگه برایم فکر کنن، کسان دیگه بگوین اخلاق چی هست، رفتار خوب چی هست، فلان چی هست. بنابراین سخت‌ترین قسم می‌بینیم که در اینجا قصه ها می‌خورد در مقام سلطانی این هستش که یک بنده باشد و شانه باشد که شاد در واقع در یا اینکه جایگزین یا جانشین در طبیعت هستش که طبیعت این کائنات از یک در، از یک بذر به اصطلاح پدید آمده به نام در که این در 4 عنصر دیگه به وجود می آورند و ترکیب و به اصطلاح تعاون این عناصر باعث میشه که این کائنات وجود بیاید. و در تشابه به اصطلاح بین جامعه و طبیعت این هستش که این اول شخص شاه باید همون بذر باشه که بتواند جامعه را
طوری عناصر دانای جامعه را طوری با هم ترکیب کند که بتواند این جامعه فقط خیر برای همه خیر داشته باشه، گلستان بشه، خار نه گلهای بوته های گلی بشه که چه هر انسان بوتی گلی بشه که خار نداشته باشه. بعد از نظر زیبایی شناسی بسرا بو رنگ و همه چیزش که زیبا باشه برای همگان. این سروده دیگری از ایشان هستش که در مقام شاهی که تأکید داره بر قانونمندی. این بندهایی که خدمتان عرض میکنم که از ساعت که این را مستند گفته باشیم که ایشان یه شخص سیاسی هستش و یه شخصیت سیاسی هستش و بنا به قوانین ایشان پای قرارداد اجتماعی رفته که پادشاهی بکنه، یاری را برای یاران به سرانجام برسونه، به هدف برسونه. این هم که اینایی که قرمز با رنگ قرمز چیز کردن آوردم اینجا، اینا چیز متاسفانه دستکاری شده است و این پیران کچفام سلطان سا کچن پادشاه بوده ولی خودش شاگرد پیران بوده و پیران در این تغییر معنی به اصطلاح سید به خود گرفته که در صورتی که در اون دوران پیران پیر بارگاه مدیر بوده. وقتی میگیم پیر پادشاه مدیر یک نهاد که بر نهاد پادشاهی نظارت داشته و این پیر در آن زمان معنی مدیر دارد نه معنی شخصیتی دینی. پس پیران کچفم و البته پیر در معنی همون استاد هم در جمع ها که استاد دانایی هستش هم معنی میدهد که پس پیرو تالو یا استاد و شاگرد. و این پیران کچفم کوران کورزین ابله خیال خان، اینا تو لحنی هست که در این به اصطلاح جانبینی چیز ندارد، به اصطلاح مرسوم نیست، مرغوبیت ندارد و اینا عوض شدن که اینا که من چیز کردم با قرمز که رنگ کردم، با رنگ قرمز مشخص کردم، اینها نیستن، ادبیاتی بیگان هستن. ارهی بی شرطان بی عقل کمشان، این هم همون ادبیاته که درست نیست، ولی بی شرطان همونه که کسایی که پابند به قوانین یاری نیستن، به قوانین اصل به اصطلاح جامعه نیستن، اینها را خطاب قرار میده. کردارتن که اکثرا در اینجا به اصطلاح چیز کنه، نوعی کردار و کردوه دو مفهوم هستش که منظور به دلالت داره بر عمل کردن به اصطلاح نظرات و آنچه وظایف هر شخص مسئولیت ها هستش و در اینجا کردار با اصطلاح عمل مذهبی متفاوت هستش و این باید درسترش کردوه باید بود. کردارت و هیچ پیچیش مکی خان، چرا همین بیهوده همون چیز کارنامه خودش را میکنه، کارنامه خودت را چیز میکنید، خام میکنید یا اینکه کارنامت را این گونه مخدوش میکنید، به انحراف میکشانید. ار تو پابندی و واتو کلام مر پیموسی ننویسیاش چاتوی سرانجام، اینجا باید دفتر سرانجام باشد. اگه تو پابندی به واتو کلام، به سخن، به آنچه که ما آن جهان بینی، آن به اصطلاح توری هایی که ما پیش میبریم، اگه به اینها که سخنان به اصطلاح گوهری هستش پابند هستیش، مگه نمیدانی پیرموسی در اونجا وزیر دیوان بود که مسئول به اصطلاح یادداشت تاریخ و به شکل به اصطلاح کلام در دفاتر بودش، ایشان مسئول بود. ایشان در اینجا سلطان تحقیق میکنه، مگه شما نمیدانید پیرموسی در دفتر این را آورده، این سرانجام یعنی مصوبات، ولی خود در این واحد به نام به اصطلاح دفتر سحاق، دفتر مقدس یا کتاب مقدس سحاق
یا دیوان گروه و سرانجام دو عنوان هستش برای به اصطلاح لنگسازی تورات، قرآن، انجیل، به اصطلاح اوستا و کتاب های به اصطلاح آسمانی ادیان دیگه. و در اینجا میگه ما قوانین داریم. این قوانین در دفتر سنجام، در دفتر مصوبات هستش. شما اگر پایبند باشید این چیز گذشته خودتان را اینطور خراب نمی کنید. یاران بگردی راه راست نیام، یاران کسانی هستند که راه راست را میگیرند و راست آنچه هست که تعریف شده به صورت مفاد و قوانین به اصطلاح قانونی، آیینی، آیین‌نامه‌ای و اصول اخلاقی انسان ها. بیزار بان که دروغ راست بنیوگام. خب دروغ و به اصطلاح کجروی ها را کنار بگذارید و راست گام هایتان چا درست بردارید، راست بردارید و این راست و درست به اصطلاح از آسمان ها نیامده، بلکه آنچه هست که واتو کلام هستش و مورد گفتگو قرار گرفته، سنجیده شده در کوره های در کوری جمع دانایان بسته. ما اینا میرسیم که زیادتر روش سخن بگوییم و قابل فهمتر کنیم. این مفاهیم خیلی مهم هست. پس از دروغ و از کجروی بیزار شوید و راه راست را پیش گیرید. پاریز بکرن چه رازنی و دشنم پی خان کسی مباران پلم. و اینا از دشمنی و بسرا فاشی و پشت سر هم دیگر حرفزنی و بسرا از چیزهای ناجور و نادرست که مضر هست برای انسان و جامعه خدا پریز کنید، خداری کنید و برای حوزه و محدودی کسی خان یعنی سفره به اصطلاح، ولی در اینجا برای حریم خصوصی کسی که تعرض نکنید به حریم خصوصی کسی، به حریم جمع دیگری و راه راست را پیش بگیرید. هر کام کلیتان و کج بنی و گام بوی رو نقول و تی سرانجام ارچه تشار منوشتی و جام چمان جار نوشو بیمزو بیتام. بنابراین اینها سرهم هستند برای بیان منظور و اینها هم سرهم هستند. هر کدام از شماها که کجروی کند، گام های کج بردارد، که از قول واقعی سرانجام، همون آیین یاری آن زمان، مصوبات سرانجام، آنچه که نتیجه بحث و گفتگو هستش، آنچه که به تصویب رسته در بین آن چهار یار، چهار فیلسوف، پنوسی، داود، بنیامین و رنزبار، یا موسی، بنیامین، داود و رنزبار. بنابراین این مصوبات، هر کس از این مصوبات بگذرد، به اصطلاح پیروی نکند، خاطی شود بر علیه این مصوبات، حتی روزی 100 تشار، اسم چشمه ای است که مانند چه هرچند به اصطلاح سخن به قول محاوره قرمز بگوید، یا کردی میگن قصه قرمز، که هرچند اینها به اصطلاح تئوری بافی بکنن، بگن تظاهر به دانایی بکنن، مثل این است که آبی که میخورن زهری است که نه طعم دارد و نه مزه. و این است که این تشبیه است برای اینکه وقتی شما به اصطلاح عملتان درست نیست، فکر هم هرچی تظاهر بکنید که فکر درستی دارید یا مدعی درست کاری شوید، مدعی تظاهر به شخصیتی بکنید که نیستی، چیزه معلومه که این باید فکر و چه عمل بر هم اتفاق داشته باشد.
و باید مطابق قانون رفتار کرد که بتوانی چیز باشه، مدعی شخصیت بشی، مدعی به اصطلاح پابند به قوانین بشی. من مرصد جار نواتنم و شرط بنیام، خطا نکردی با نودی بدنام. من 100 بار تکرار کردم، گوشزد کردم که باید با شرط بنیام چیز کنی، رفتار بکنی، شرطی که به قانون تبدیل شده. و این شرطی که شرطی یاری هست، شرطی که پادشاه مطابق آن یاری میکنه، یاران مطابق آن به اصطلاح در مقام ها و منصب های خودشان به انجام وظیفه و انجام مسئولیت میپردازن. خلاصه قوانین نظم دهنده یا ناظم یاری جمعیت های یاری کننده یا آن روزگار چه بود؟ افکار توری های بنیامین بودش و این است که اینشان سحاق از خودش چیزی نداشته، خودش تابع شرایط بنیامین بوده و این است وقتی میگن سحاق میراثی فکری نداشته، مستند هستش. اینجا عرض میکنم مرصد جار نواتنم و شرط بنیامین، خطا نکردی با نویتی بنا. من وقتی کسی قانون شکنی میکند خاطی هستش، چه میشه؟ این بدنام میشه و این هستش جنبی دوباره اخلاقیش اینجا برجسته میشه. بنابراین گناهکار نیست کسی، این مذهب نیست که شما اگر پیروی نکنید گناهکار میشید. در اینجا شما قانون شکنی بکنید، یک قانون شکن مشهور میشید، نام میگیرید و این بدنامی هستش. بنابراین آنچه من در این اسناد خدمتان ارائه دادم یک آنالیز 4 یار تدوین کننده مفاد یاری یا آیین‌نامه یاری آن روزگار هستش که اینها در ابتدا 72 بارگاه بود و این بارگاه ها در میان مناطق بسیار گسترده‌ای، جمعیت های ساکن مناطق گسترده‌ای در از کردان چیز بوده، درست شده به عنوان واحدهای سازمانی این بارگاه ها و اینها اعضای این بارگاه ها، مدیران این بارگاه ها همدیگه را میشناختن ولی اعضای آن همدیگه را نشناختن و این هستش که این بارگاه ها بعدن چیز میکنن، 3 نفر تعیین میکنند به عنوان جمع یا شورای 3 نفره که به یقیتن یعنی ستنه مشهور میشن که شرایط را هماهنگ کنن، تجزیه و تحلیل دنیا بکنن که چطور یاری بکنن و آن برنامه و اهداف 72 بارگه که به سرپرستی یا مدیریت 72 پیر هستش و این 72 پیر هم شورای 72 پیره تشکیل میدن و این شورا هستش که آن شورای 3 نفره را برمیگزینند برای هماهنگی و سرانجام گفتگو با شخص مناسب مقام پادشاهی. بنابراین این 4 تن که اون 3 تن میرن با رمزبار شخصیتی محبوب و شخصیتی محترم در شهر زور هستش و که بنا به اصطلاح متون موجود ایشان مادر سلطان ساک هستش، ولی خب چنین به نظر میرسد که ایشان از گورانیان هستش و اصالتا مسلمان نبوده و به همین دلیل یک فیلسوف برجسته هستش ایشان و خیلی محترم. اما چنین به نظر میرسد که ایشان شیخ عیسی زنان دیگری داشته و ایشان که در این مکتب، در این جهان بینی تعدد زوجات مجاز نیست یا پسندیده نیست یا قانونی نمیدانند، احتمالا جدا شده و صحاب پسر ایشان جدا از خانواده و از بسرا دنیای از خانواده شیخ عیسی و دنیای مسلمان ها بار آورده و بارور شده باشه.
این احتمال وجود داره با توجه به این دیدگاه‌های سه‌ها، چون این دیدگاه اسلامی نیستش، ادبیات اسلامی نیستش. بعد آنچه من میخوام عرض کنم که این 3 نفر که با خانواده بسیار شیوخ برزنج تماس هستند برای پیوستن قبول منصب پادشاهی و پیوستن به یاری آن زمان و اینا قبول میکنن و این هستش که این کلام ها یا این بخش از متون یاری که باز مانده از تلف شدن اسرا زنده ماندن، باقی ماندن و از دستکاری ها دستکاری کمتری شدن، من این بازخوانی کردم. وقتی به این به اصطلاح متون برای برخوردن، دنیایی که خودم در آن بزرگ شده بودم که به من معرفی شده بود که ما چه هویتی داریم، چه باورهایی داریم، که کاملا متفاوت بود. این بود که من انگیزه شد که من بتونم عمیق‌تر و دقیق‌تر به این متون بپردازم و به مرور زمان به اصطلاح یافته‌های خودم را به صورت یادداشت‌ها به انتشار بدهم و در طی این 20 سال این کار من بوده و در سالهای به اصطلاح اخیر من به این نتیجه رسیدم که یک جامعه در کار نیست، بلکه جمعیت های زیادی با رگه های هویتی متفاوتی زیر نام های چتری عدلاللهی و الحق و طایف و غیر ذالک چیز کردن، همسنخ القا کردن، هم باور القا کردن که اینطور نیست و گوران ها بر مبنای جهانبینی فکری فلسفی به زیست اجتماعی خودشان سر سامان دادن. اینه که چند سال اخیر من این چیز به این قناعت به اصرار رسیدم، به این نتیجه رسیدم که الحقا با توجه به اسنادی که در 5 برنامه پیشین ارائه دادیم همون باورهایی هستند که نورعلی حاج نعمت الله حاج نعمت الله جهان‌آبادی مکری و سپس نورعلی الهی اینها فرموله کردن که چه سنت هایی دارن، سپید باید داشته باشن، نظم نیاز باید بکنن و غیره و ذالک، که پیشترها در آثار گوبینو هستش که بوده این مراسم و این سنت هایی به اصطلاح روزگیری و به اصطلاح دعادهی، نظر و نیاز و این چیزا، ولی همگیر نبوده است و بنا به اصطلاح متون در دسترس از سیاحان و به اصطلاح مامورین خارجی که خیلی از مناطق به اصطلاح مردم مناطق کردنشین اهمیت زیادی برای اسلام قائل نبودند. در مناطق لرستان، در مناطق به اصطلاح کرماشان و به طور کلی در میان جمعیت های زیادی از کردها و اینها پیداست که گوبینو اشخاصی را به اصطلاح زیر نام صوفی فیلسوف میدانه و این صوفی ها را که همان به اصطلاح بر همان چیزی یا بر همان معانی دلالت دارن که روپایان به آن فیلسوف میگویند. و این هستش که وقتی این پیگیر میشه یا ردگیر میشه این از در این به اصطلاح نوشته های خارجی ها و بعدها در نوشته های خود این سران هفت ها به وضوح پیدا میشه که معین میشه، آشکار میشه که دو جریان اجتماعی یا حداقل جریان اجتماعی گورانیان از بقیه مسیری تاریخی جداگانه سپری کردن و این سری برنامه ها به فارسی تلاشی هست برای مشخص نمودن دنیای این جریان اجتماعی. ما تا کنون در این برنامه ها به طور مستند و واضح
این را چیز کردیم، روشن کردیم که باورهای کنونی جمعیت های ادب چیزی خارج از آنچه حاج نعمت الله مکریجی، هنرآبادی و نورعلی الهی نوشته اند و به عنوان سنت ها و به اصطلاح مرسومات اینها وضع کردن ندارند. اینا بنابراین دنیای ما، دنیای که من قبلا زیر نام تمدن یارسان یا یارسان یا جهانبینی به اصطلاح فیلسوفان یارسان نامگذاری کردم و در چند سال اخیر به خاطر همین که اینا نام یاری و یارسان و اصلا مفاهیم یاری و یارسان را به بیراهه بردن، خدشه‌دار کردن، عنوان مذهب و مسلک خودشان کردن، من از این عناوین استفاده نمی کنم. مثلا دنباله بس همونه، دنباله ما باز همونه و در سالهای اخیر از عناوین جهانبینی فکری و فلسفی دانایان گوران یا کردان استفاده کنم. بنابراین آنچه ما در رابطه در این برنامه در رابطه با اسلام دیدیم که این اسلام در کلیت خودش ما رد میکنیم، نقد میکنیم و نمیپذیریم و این مکتبی نیست که برای انسان و برای جامعه انسانی خیر داشته باشد، مفید باشد و بنابراین ما متعلق به هیچ شاخ و شبهه از این مکتب نیستیم و این مکتب را از بنیان نادرست میدانیم، مضر میدانیم و در برنامه‌های بعدی هم مستند و اسنادی از فیلسوفان سده 12 و 13 هجری میاریم که دنباله همین دیدگاه هست و همین نقدها را داشتن به اسلام و تاثیراتش در روزگار خودش. با آرزوی سلامتی و زندگی کامیابی برای همه شما عزیزان.